گفتگو در میانه رویا. نیکا مهسای ما را ندیدی؟ نه، من چهره‌ام له شده، چشمم جایی را نمی بیند، اما می دانم اینجاست، همین دور و برها. تو چطور مهسا جان؟ نیکای ما را دیدی؟ او 5 بهار از تو جوانتر بود. نیکای زیبا را دیدم، آوازخوانان و رقصان، با صورتی له، جمجمه‌ای شکسته و بدنی کبود. اما تنها نبود نیکا، بسیارانی هم آواز بودند در جشن شادسوزان. حدیث، حنانه، غزاله، سارینا و بسیارانی دیگر. من مدام در آنان تکرار می شدم. حدیث گفت شیدا و بیقرار به گرد آتشی که برافروخته بودیم رقصان می سرودیم: زن، زندگی، آزادی. حنانه گفت ما تنها نبودیم، همسرایان ما در جشن روسری سوزان پسران هم بودند، رعنا و عاشق، بیشمار و هم‌آواز. و سارینا در بیقراریش گفت بر سکوی زباله ایستاده بودم، گیسو افشان و روسری چرخان، می رقصیدیم. ناگاه سربازان امام زمان، پاسداران و گورکنان و مداحان همچو اجنه ظاهر شدند. حیدر گویان با تفنگ و باتم و کمند و دستبند و الله اکبر. نیکا گفت اول گیسوان ما را آتش زدند، بعد قلب ما را. غزاله گفت و بعد در های های داغداران بیشمار جمجمه هامان را شکستند. حدیث گفت ما که نمرده ایم ژینا، نشنیدی نام تو رمز می شود؟ نیکا گفت ما باز می گردیم ژینا جان در سرودها و پرچمهای پیروز. سارینا گفت و با گامهای بیشمار مردمان در راه. حنانه گفت می رقصیم در میدانهای آزاد شده. نیکا با هیجان فریاد زد هورا، و من در میدان آزادی میان هزاران هزار مردم رقصان آواز خواهم خواند. غزاله غرقه در اشک شوق هورا، سارینا هورا. سدیس بلوچ با 14 بهار چون غنچه‌ای شکوفان شد هورا هورا. در سحرگاهی شنگرف و رنگین کمانی آسمان غمزده سرشار شد از هورای کشتگان جوان و جاده آرام آرام در نوری شگرف روشن شد. گفتگو در میانه رویا. نیکا مهسای ما را ندیدی؟ نه، من چهره‌ام له شده، چشمم جایی را نمی بیند، اما می دانم اینجاست، همین دور و برها. تو چطور مهسا جان؟
نیکای ما را دیدی؟ او 5 بهار از تو جوانتر بود. نیکای زیبا را دیدم، آوازخوانان و رقصان، با صورتی له، جمجمه‌ای شکسته و بدنی کبود. اما تنها نبود نیکا، بسیارانی هم آواز بودند در جشن شادسوزان. حدیث، حنانه، غزاله، سارینا و بسیارانی دیگر. من مدام در آنان تکرار می شدم. حدیث گفت شیدا و بیقرار به گرد آتشی که برافروخته بودیم رقصان رقصان می سرودیم: زن، زندگی، آزادی. حنانه گفت ما تنها نبودیم، همسرایان ما در جشن روسری سوزان پسران هم بودند، رعنا و عاشق، بیشمار و هم‌آواز. و سارینا در بیقراریش گفت بر سکوی زباله ایستاده بودم، گیسو افشان و روسری چرخان می رقصیدیم. ناگاه سربازان امام زمان، پاسداران و گورکنان و مداحان همچو اجنه ظاهر شدند. حیدر گویان با تفنگ و باتم و کمند و دستبند و الله اکبر. نیکا گفت اول گیسوان ما را آتش زدند، بعد قلب ما را. غزاله گفت و بعد در های های داغداران بیشمار جمجمه هامان را شکستند. حدیث گفت ما که نمرده ایم ژینا، نشنیدی نام تو رمز می شود؟ نیکا گفت ما باز می گردیم ژینا جان در سرودها و پرچمهای پیروز. سارینا گفت و با گامهای بیشمار مردمان در راه. حنانه گفت می رقصیم در میدانهای آزاد شده. نیکا با هیجان فریاد زد هورا! و من در میدان آزادی میان هزاران هزار مردم رقصان آواز خواهم خواند. غزاله غرقه در اشک شوق هورا! سارینا هورا! سدیس بلوچ با 14 بهار چون غنچه‌ای شکوفان شد هورا هورا! در سحرگاهی شنگرف و رنگین کمانی آسمان غمزده سرشار شد از هورای کشتگان جوان و جاده آرام آرام در نوری شگرف روشن شد. فقر و بندگی ز حاصل رنج کار و خستگی مان تنیده اند کار و کود بردگی سپاه کاریم و توده های محرومان به جان شوند رهروان راهمان چو آخرین نسل بردگان و بی چیزان قیام ما واژگون کند جهان به پای گرسنگان ای ستمکشان به سوی سوسیالیسم به سوی آزادی به سوی دنیای نوین به پا به سوی سوسیالیسم
افزون به عزم جزم ما، به دست خود باید رها شویم. سلاح ما اتحاد ما و حزب ما، نظام کهنه را زیر پا نهیم. زمانه صاحبان زور و سرمایه به سر رسد، این زمانه ستم به سر رسد. عمر حاکمان بیکاره که داده ایم دست خود به دست هم. به پا ای گرسنگان، ای ستمکشان، به سوی سوسیالیسم، به سوی آزادی، به سوی دنیای نوین، به پا به سوی سوسیالیسم. ما دارد تنین دیگر، تنین پس در نبرد سرنوشت. به دست ما پرچم رهایی بشر، زمین ز خشم و ز کینه گشته کشت. به جستجوی سعادت بشر ماییم، مبارزه راه سرخ سوسیالیسم. بهشت خود در همین زمین به پا داریم، به امر خود در نظام سوسیالیسم. به پا ای گرسنگان، ای ستمکشان، به سوی سوسیالیسم، به سوی آزادی، به سوی دنیای نوین، به پا به سوی سوسیالیسم. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. یک بار دیگر در خدمت شما هستم با پخش زنده ویژه اعتصابات و اعتراضات سراسری در ایران. این صدای انقلاب است که ما در گوشه گوشه ایران میشنویم. برعکس اظهارات متناقض رژیم ما میبینیم که نه تنها این خیزش عظیم کم نشده، بلکه روز به روز گسترده تر و عظیم تر میشه. دیدیم که 40 مهسا و نیکا چقدر با شکوه برگزار شد. در مهاباد چندین نفر را کشتند، اما مراسم تشییع جنازه اونها
خود به یک قیام بزرگ تبدیل شد. در سنندج دیدیم که چطور جوانی شجاع با دست خالی در مقابل نیروهای سرکوبگر ایستاد و در آخر با گلوله اونها زخمی شد و مردم سنندج چطور شب رو در مقابل بیمارستان کوثر تا صبح ایستادند و شعار سر دادند و از این جوان حمایت کردند. دیدیم که دانشجویان علوم پزشکی کردستان با شعار مرگ بر دیکتاتور چطور به اعتراضات و اعتصابات پیوستند و تشییع جنازه جانباختگان در عراق صحنه شعارهای مردم انقلابی بود. همون اکنون که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم شهرهای سنندج، پیرانشهر، سقز، مریوان، روانسر و بیشتر شهرهای ایران مردم در خیابونها هستند و با شعار مرگ بر دیکتاتور خواهان سرنگونی این رژیم سرکوبگر و ارتجاعی هستند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با دو مهمان گرامی، رفقا صدیق جهانی فعال کارگری از شهر استکهلم سوئد و شجاع ابراهیمی فعال کارگری از تورنتو کانادا. رفقا خیلی خیلی خوش اومدید. مرسی، ممنون. من هم درود میفرستم به شما رفقای دستاندرکار تلویزیون کومله، رفیق عزیزمون صدیق جهانی و همچنین بینندگان عزیز تلویزیونتون. سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید. رفیق شجاع، از شما برنامه رو شروع کنیم. خب ما میبینیم که این خیزش که وارد فاز انقلابی شده داره 43مین روز خودش رو پشت سر میذاره. همینطور حمایت‌های گسترده‌ای در سطح جهان از مردم ایران داره میشه و میشه گفت که کاملا و واقعا بی سابقه است این حمایت‌ها و حتی خیزشی که در خود ایران اکنون هستش. ارزیابی شما از این خیزش که همچنان که گفتیم داره وارد فاز انقلابی میشه چیه؟ همونطور که همه ما شاهد هستیم در روزهای اخیر خیلی اتفاقات افتاده. اگر به سیر تحول اتفاقات اخیر از روزهای ابتدای خیزش تا به حال نگاه بکنیم، هر روز هم جنبش رادیکالتر، هم گسترده‌تر و هم انقلابی‌تر میشه و به نوعی از تکامل، چه از نظر شعار، خواست و مطالبات و چه از نظر خواست حد اکثری کل جامعه ایران و به خصوص جامعه کردستان به سمت تکاملی میره که حتی میبینید گرایشات پرو غرب و گرایشات رژیم چنجی و اینها هم عقب میمونن و هر کاری هم میکنن که بلکه یک شعارهایی رو تزریق کنن به جنبش انقلابی، چون بدنه جنبش انقلابی و در داخل کشور هستش. به همین تبع همه این شعارها به حالتی محکم جواب نمیشنوه از طرف خیابان و معترضان و این کشمکش به نظر من همونطور که شاهد اون هستیم، هر مرحله انقلابی به فراخور تکاملی که انقلاب به وجود میاد، هر مرحله یک خواست و مطالبه مشخصی رو داره و ما در این روزها به امتداد اعتراضات رسیدیم و الان در این مرحله به سمت و سوی تثبیت اعتراضات خیابان و اعتصابات میرسیم و از این مرحله هستش که شبکه‌های فعالین محلات و شهرها در کردستان و در سایر نقاط ایران و جنبش‌های حد اکثری خواه و جنبش‌های انقلابی دست در دست هم میدن و خواست و مطالبه انقلابی به عنوان خواست و مطالبه حد اکثر تمام اقشار تحت ستم، چه جنسیتی، چه طبقاتی، به خصوص طبقه کارگر و چه ملیتی، ملیت‌های تحت ستم، همه اینها در مرحله تثبیت جنبش به صحنه خواهند آمد و همین الان در کردستان شاهد هستیم که همه این سه بخش در کنار هم هستند. بله، سپاسگزارم. رفیق صدیق گرامی، ارزیابی شما چیه با توجه به اینکه چند نسل
الان در خیابون ها هستن و دارن با هم همکاری میکنن، از مادر بزرگ و پدر بزرگ، مادر، دختر و نوه. این همکاری تا چه حد ارزشمنده و ارزیابی شما چیه؟ من قبل از هر چیز سلام دارم خدمت شما رفیق عزیز و مهمون عزیزتون رفیق شجاع عزیز. خیلی وقتی که ندیده بودمش، خیلی خوشحال شدم. سلام دارم به تمام بینندگانتون، به تمام شنوندگان شما. واقعیتش اینه که این خیزش توده‌ای و یا این انقلاب و یا هر اسم دیگه‌ای براش بذاری از یه نقطه شروع شده و به امروز رسیده. از ارزیابی من اینه که از خیلی موانع عبور کرده، سختی‌هایی رو پشت سر گذاشته، اگه چی تلفات سنگینی رو به جا گذاشته. انسان‌های عزیزی رو از دست دادیم، خیلی‌ها زخمی شدن، خیلی‌ها زندانی شدن و توی این مدت خواستن مردم رو با کشتن، با سوزوندن زندان، اسیر کردن و حمله به خون و به محل زندگیشون تمام توان خودشون رو در عرصه‌های مختلف به کار بردن که مردم رو کنار بزنن، مردم رو متفرق بکنن، به خونه هاشون بفرستن و به سیاست‌های خودشون رو آنچه که فکر کردن دنبال بکنن و تثبیت بکنن. این چیزی بوده که رژیم با توسل به اسلحه گرم، اسلحه ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و تمام تهدیدهای دیگه به کار برده. خیلی خوشحالم که تمام این ترفندا به هر حال جواب قاطع گرفته و مردم تو خیابون موندن، تو دانشگاه‌ها، در مراکز کارگری، در محلات شهرها و اینا به هم پیوسته شده، شعارهای خودشونو همصدا علیه جمهوری اسلامی میدن و واقعیتش اینه که برخلاف خیزش‌های قبلی که مردم مطالبات فوری خودشونو میخواستن که بخشن مطالبات اقتصادی بود تو محیط کار یا بهتر شدن شرایط دانشگاه‌ها، شرایط مدارس و یا اینکه وضعیت نامطلوب محلات و کلاً در سطح شهرها و دهات. اما این جنبش کنونی در حال حاضر وارد یک فاز کاملا نوینی شده. مردم مطالبه از رژیم نمیخوان. اینا با صدای بلند در تمام شهرهای ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. اینا جوان و پیر، زن و مرد در تمام سطوح مختلف جامعه هدفشون اینه، شعارشون اینه، خواست حداکثریشون سرنگونی رژیمه. اینا میگن ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. اینا با زور وارد خیابون شدن، مراکز کار شدن، میگن ما فقط نیروهای انتظامی و لباس شخصی تونستن مقابل تو پرانتز این اغتشاشگرا بیستن، ولی واقعیتش اینه تمام نیروی مسلحشون رو در سطوح مختلف به کار بردن. تنها چیزی که اینا انجام ندادن پرواز جنگنده هاشونه، تنها توپ هاشونه که راکت های قاره‌پیماشونه که به کار نبردن و اینا هم جا نداره. واقعیتش اینه که به کار می بردن، اما تمام توان خودشونو به کار بردن. از قتل عام شروع کردن و این نشون داده که مردم دیگه این موانع و پشتر گذاشتن، خستن از این وضعیتی که دارن، وضعیت زندگیشون دیگه نمیخوان از این به بعد ادامه پیدا بکنه، خواهان زندگی آزادن، خواهان برابریان. اینا رو خیلی سریع، خیلی قاطع بیان کردن. این خواست مشروع مردمی که این تاریکی رو نمیخواد، میخواد زندگی روشنی، زندگی انسانی رو داشته باشه. به همین دلیل قشر یا اقشار مختلف جامعه رو همراه خودش کرده و این جنبش داره میره به نظر من جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه و ما عجله داریم مثل انسان‌هایی که این همه سال اذیت کشیدیم در عرصه‌های مختلف
ولی هر قیامی، هر انقلابی، هر سرنگونی زمان بره و ما الان داریم این مراحل رو روز به روز، شب به شب، لحظه به لحظه داریم طی میکنیم، از موانع‌های تازه عبور میکنیم و ابتکارهای جدید و در عرصه‌های مختلف مبارزاتی رو داریم اینا رو میازماییم و داریم به پیش میریم. ما فعلا در این عرصه از مبارزه هستیم. به نظر من این جنبش، این مبارزات عقب گرد نخواهد کرد. این مردم نمیرن خونه هاشون دوباره بشینن به این زندگی فلاکتبار رو 43 سال دیگه تحمل بکنن. به نظر من امر جمهوری اسلامی به پایان رسیده و دیگه این مردم به میدون اصلی شهرها و دهاتها اومدن و خواهان سرنگونی هستند. به نظر من این جنبش داره با اگه دو هفته 3 هفته قبل لنگان پیش میرفت، آره الان داره با سرعت بیشتری توده های بیشتری رو همراه خودش میکنه. به نظر من در گام های بعدی توده های طبقه کارگر در عرصه های تولیدی و غیر تولیدی میان پشت این حرکت و این حرکت من بهش امیدوارم که به زودی انجام بگیره و همانطور که گفتم تأکیدم میکنم که این زمان بره. این زمان ما باید با حوصله طی بکنیم. فعالین ما در داخل تجارب گرانبهایی دارن. اینا به نظر من این مرحله رو با موفقیت طی خواهند کرد. بله، سپاسگزارم رفیق شجاع. با توجه به اینکه خب هنوز 2 ماه کامل نشده که مردم ایران به پا خواستن، اما آنچه که پیداست از تصاویر و اخبار و گزارشات که به دست ما میرسه یعنی که نیروهای سرکوبگر خسته و فرسوده شدن. نظر شما راجع به این همه ضعف نیروی رژیم که هنوز 2 ماه نشده اما اینطور داره ریزش میکنه و فرسوده هستن چیه؟ من در راستای سخنان رفیقمون صدیقم میخوام یه نکته کوچیک اشاره بکنم در مورد زمانبر بودن حرکت انقلابی تا سرنگونی کامل هم رژیم جمهوری اسلامی و هم دولت و تمام نهادها و ارتش و سپاه پاسداران اینها دقیقاً زمانبر هست و به نظر من هر مقدار بیشتر این جنبش ادامه پیدا بکنه، ما اون راه حل‌های میانبر و پروغربی و اینها رو راحت‌تر میتونیم پس بزنیم و تا زمانی که جنبش خیابان مثل سال 57 به اون مرحله که به قولی انقلاب دزدیده شد و کودک نارس انقلاب نیامده دزدیده شد، دقیقاً هم طبقه کارگر و هم جامعه این رو فهمیده و میدونه که باید حتما این امر سرنگونی هم خواست و مطالباتش مشخص و معین باشه، هم رهبریش مشخص و معین باشه و هم تا انتهای کار انحلال ارتش و سپاه پاسداران اینها باید حتما جلو بره تا ما بتونیم آینده روشنتری متصور باشیم. در مورد قوای سرکوب و اینها ببینید در هر سیستم پلیسی، ارتشی، نظامی شما یک بحث به قول نیرویی دارید که آماده باش هستش و حداقل 70% نیروی ذخیره لازم هستش تا 30% بتونه در یک جای عملیات انجام بده، چون شما 70% بدنه نیروهای ارتشی اینها تدارکات و پشتیبانی و لوجستیک و اینها هستش، یعنی نیروی به قولی عمل کننده و اقدامی نیستن در صحنه و همین امر و دوما فساد سیستماتیک نیروهای نظامی سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی به اون سطحی رسیده که خود اینها هم مستعصل شدن، ترسیدن، شدت دفاع از خود و دفاع بر حق از خود جا داره تاکید کنیم اینجا از سوی انقلابیون و مبارزین در صحنه به خصوص در کردستان
این امر رو به اینها مشتبه کرده که این بار حتی از سوی سخنگویان خودشون که این بار دیگه فرق میکنه با 88 و 98 و 96 و اینها و این یک عامل هستش. عامل مهم و تعیین کننده دیگه این هستش که دولت سرمایه‌داری فقط نمیدونم رژیم و دستگاه سیاسی و مجلس و اینها نیستن یا وزارتخونه ها، دستگاه پلیس امنیتی اطلاعاتی و نیروی نظامی بسیار گسترده‌ای هستند که اینها هم هزینه بردار هستند، هزینه های سرسام آوری دارن و اینها هم بسیار بسیار از نظر روانی تابع شرایط میشن. در شرایط انقلابی وقتی میبینن که 90% اعضای مجلس رژیم اسلامی، 90% آقازاده هاشون، تمام بچه ها و تمام اینهاشون در خارج کشور، در همینجا کانادا، آمریکا، اروپا اینجا زندگی میکنن و این هم به قولی به خودشون میان و میگن ما میمونیم و این مردم اینها حتما و قطعا ما را عفو نخواهند کرد. یعنی اینها هم هستش برخی تمردها هم صورت گرفته. به نظر من 2 تا عامل خیلی خیلی تاثیرگذاره امروز اگر اینو اشاره بکنیم به عقب نشینی نیروهای سرکوب و به تشتت اونها بسیار کمک میکنه. اول خواست و مطالبات خیلی خیلی باید صریح و روشن باشه و در مرحله تثبیت جنبش خواست و مطالبه طبقه کارگر، نمایندگی از کل اقشار تحت ستم ایران، زنان، ملیت ها و تمام جنبش انقلابی کردستان باید این باشه که تمام ابزار سرکوب، ارتش، سپاه پاسداران، اطلاعات و نیروی انتظامی، همه اینها باید منحل بشه و نابود بشه. چون تا این خواست به خیابون نیاد ما ممکنه حرکات خونبار و خونریزی و دسپوتیسم رو شاهد باشیم. در این مرحله هستش که اینها به عقب میرن و عامل دیگه اینه که در خود سران رژیم موج استعفاها بیشتر شده. الان خودشون گفتن، من در خبرگزاری های خودشون امروز دیدم که حدود 90% مدیران اکثر بانک، سپاه و تجارت استعفا دادن و همه از ایران خارج شدن. خب این یعنی ضربه روحی میزنه به اون سرباز و نمیدونم اطلاعاتی که از بانک میخواد حقوق بگیره. میگه خب بانک ها دارن میرن میبندن و مفلس میشن، پولها دزدیده میشه و اونها میرن خارج. ما چطوری در مقابل این خیزش مقابله بکنیم؟ بله، اشاره کردیم به این که خب این نیروها میگن که ما میمونیم و این مردم. خب قطعا بخشی از نیروهای سرکوبگر مزدوران محلی هستن که در بین خود مردم دارن زندگی میکنن. مردم باید چه برخوردهایی با این نیروها داشته باشن به نظر شما؟ رفیق شجاع شما جواب بدید. من هست ببخشید. در این مورد چندین به قولی انقلابی در کنار خودش هنرهای نوینی را به نمایش میگذاره. از قبیل اینکه یک بانک اطلاعاتی تشکیل شده، اسامی مشخصات مزدورها علنی شده. یکم. دوم، انقلابیون که در داخل و خارج شروع کردن به تماس گرفتن با اینها، دادن اولتیماتوم به اینها، افشای محل زندگی خود و خانواده اینها کمک میکنه به اینکه حداقل اون مزدوری که امروز میره در خیابون در سنندج تیراندازی میکنه این امر رو متوجه باشه که انقلابیون و جنبش انقلابی کردستان و کومله دیدبان هستش، اونها رو شناسایی کرده و در فرداروزی اونها رو به قولی مسئول میدونه و به پای میز محاکمه خواهد کشون. و این یک امر هستش، امر به قولی چیز هم هستش که اخلاقی هم هستش که اینها رو تا میتونن فعالین از مهر اجتماعی، از خدمات اجتماعی محرومشون کنن. در جاهای عمومی همونطور که در مهاباد، در سنندج، در کرمانشاه، در تمام اقصانقاط کردستان، در ارومیه رخ داده، خونه های اینها رو مورد حمله قرار دادن. اینها نباید احساس اون آرامشی رو بکنن که این اتفاقات مثلا فروکش میکنه اونها میتونن به پاداشی برسن. اینها باید هر لحظه در شبانه روز منتظر خشم مردم باشن. بله، سپاسگزارم.
رفیق صدیق برمیگردیم به شما. خب مردم ایران تجربه انقلاب سال 57 رو دارن که متاسفانه اینطور به دست امپریالیستا و دار و دسته خمینی دزدیده شد. اما نزدیک به 1 سال اینطور که میگن، من نبودم، شاید شما شاهد بودید اون موقع، این خیزش ادامه داشته و چند ماه آخر بوده که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه با شعار خودش، با پرچم خودش وارد میدان مبارزه شده. اما ما میبینیم که خیلی زود طبقه کارگر در ایران واکنش نشون داد و فراخوان‌هایی به اعتصاب داد، التیماتوم اعلام کرد و به این خیزش پیوستند. چقدر اهمیت داره که در این برهه زمانی با این شرایط حساس طبقه کارگر به عنوان یک طبقه وارد عمل بشه؟ اهمیتش خیلی بالاست و همه ما انتظارمون اینه که طبقه کارگر با این ویژگی و با این اهمیت طبقاتی و جایگاه اجتماعی که داره تو جامعه وارد میدان بشه و مثل سال 57 تکلیف این نظام ارتجاعی رو یکسره کنه. ولی طبقه کارگر زمان شاه با طبقه کارگری که الان هست در ایران خیلی متفاوته. مثلا اینا صنایع نفت رو به چند بخش تقسیم کردن. کارگرایی که تو بخش تولیدی هن، مثلا گاز و نفت و بنزین و اینا رو تولید میکنن، خب اینا رو کارمند کردن. در دنیایی که اینا تابع وزارت نفتن و در بین اینا حراست هست و اینا رو جوری تنظیم و سازماندهی کردن در طول این 43 سال. خب کارمند شمول قانونکار نمیشه، شمول ایجاد تشکل کارگری نمیشه و تو عرصه‌های مختلف کارگری هم همین بلاها رو سر طبقه کارگر آوردن. در طول این 43 سال، تو اون سالهایی که من بودم قبل از اینکه بیام بیرون و تا به امروز، فعالینی که تو داخل ایرانن دنبال این بودن که از راه‌های طبیعی به تشکل‌های واقعی خودشون برسن، از طرفی زندگی خودشون رو دگرگون بکنن و از طریق دیگه و از سوی دیگر با یه وزن اجتماعی مطالبات بیشتری رو به نظام سرمایه‌داری و خود اون جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. منتها هر گامی که اینا به جلو اومدن، رژیم اینا رو به کومله، به حزب کمونیست ایران، به احزاب دیگه، به آمریکا، به اسرائیل چیز کرده، نسبت داده. فعالین فراوانی رو ما تو زندانها سالها زندانی بودن داشتیم، خیلی هاشون اعدام کردن، خیلی ها فراری داده شدن و وضعیتی پیدا کرده اینا حتی اعضای خانوادهشون از هم دیگه متلاشی شدن. و وضعیتی که الان طبقه کارگر داره اینه که به مرحله به قول معروف رسیده که وارد این فاز از مبارزه بشه. دیگه از این پراکندگی دیگه فعال کارگری امروز، من این روزا با که 2 نفر از دور و برای خودم صحبت میکردن، دیگه بحث این تشکل کارگری رو ایجاد بکنیم دیگه نیست. فعلا بحث بر سر اینه که طبقه کارگر در هر سطحی هست، با هر وضعیتی که داره باید وارد اعتصاب بشه، اعتصابات عمومی خودش رو فراخوان بده و گره بده به دانشگاه و به خیابونا. این داره الان در بین فعالینی که هم تو جاهای پروژه‌ای و غیر پروژه‌ای داره این بحثا در میچرخه در بین فعالین. من به نظر من طبقه کارگر دیر یا زود، و گفتم ما عجله داریم ولی به زودی وارد این میدان خواهد شد و تکلیف این رژیم جمهوری اسلامی رو یکسره خواهد کرد. خب اهمیتش اینه تا طبقه کارگر وارد این عمل نشه، تا بنیه‌های نظام سرمایه‌داری به لرزه در نیاد. خب معلومه که از اون طریق میتونن جیره
جلاده های خودشونو بدن، پاسدارا رو بدن، معاشاتشونو چند برابر بکنن تا به جون مردم بیندازن. ولی این دیگه به نظر من دیگه جواب نمیده، به خاطر اینکه تمام اونایی که تو دانشگاه ها، تو خیابون ها دارن اعتصاب میکنن، تحصن میکنن، مبارزه میکنن و سینه خودشون رو سپر کردن در مقابل گلوله های گرم جمهوری اسلامی، اینا بچه همون کارگرها هستن که الان شاغلن، بچه همون کارگرایی هستن که بیکارن، بچه اون کارمنده ها هستن که حق تشکل ندارن تو سطوح مختلف اون جامعه. یعنی اونایی که تو ماشینا میشینن، بوق میزنن، جوانها و بچه های خودشون رو حمایت میکنن، همون کارگرای شاغلن، همون کارگرای بیکارن. ملاحظه فرمایید کارگری که سرپرستی خانواده هست الان باید 3 تا 4 تا کار بکنه تا بتونه به قول معروف نون شب بچه هاشو تأمین بکنه و این واقعیت داره به اون سمت میره، این ثمر رو داره میده. این چراغ ها رو ما داریم میبینیم که از مراکز کارگری داره شعله ور میشه. دیگه تحمل کارگری که تو اون مراکز کار میکنه دیگه سر رفته. آخه کسی که 8 9 10 11 ساعت کار میکنه باز میره کارهای دیگه هم انجام میده، باز نمیتونه وضعیت زندگی خودش رو سر و سامان بده، راهش خودشون گفتن. من با خیلی از این فعالین در ارتباط هستم، اینو میگن راهی برگشتی برای ما نیست. میگن نه برای جمهوری اسلامی راه برگشتی هست و نه راهی برگشتی برای ما مونده. به همین دلیل به نظر من این مبارزات به هم گره خورده. فعالین خیابون با فعالین کارگری در محیط کار در ارتباطن، تماس‌های روزانه و مرتب دارن با هم دیگه. به نظر من این مراحل رو دارن طی میکنن، از خیلی سختی‌ها عبور کردن. این سازماندهی داره به این سمت میره که طبقه کارگر با اون اهمیتی که داره بیاد میدون و همه با هم این حکومت رو برای همیشه سرنگون بکنه. این اهمیتش که خودت گفتی، طبقه کارگر سال 57 حدود 1 سال طول کشید که رژیم شاه رو سرنگون کرد. ممکنه برای این جمهوری اسلامی ممکنه از 1 سال بیشتر طول بکشه، به خاطر اینکه اون ساواکو داشت، دستگاه تشکیلات به قول معروف ساواک مخفیش، دستگاه سرکوبش و ارتش و پلیس و اینا، ولی اینا چندین ارتش رو تو اون جامعه درست کردن. عبور از اینها هم زمان میبره، اینم واقعیت باید بپذیرید. اینا لشکری در حمایت از ولایت دارن، بسیج دارن، لباس شخصی دارن، ارتشی دارن، سپاهی دارن، جلادهای زندانو دارن. اینا به این سادگی کنار نخواهند رفت، مخصوصا جلادها رو میگن. منتها تا به امروز که مبارزات تو خیابون شعله کشیده، طیف‌های مختلف اجتماعی جامعه از این حمایت کردن. کارگرها شعله مبارزه طبقاتی مبارزات خودشون رو شعله ور کردن. خب تزلزل در بین این نیروهای مزدور رژیم چه در کردستان و چه خارج از کردستان پیدا شده، در سطوح مختلف ارتش، در بین مزدورهایی که به خاطر وضعیت زندگیشون رفتن مزدور شدن و اینا دیگه وقتی رژیم رو میبینن اکثریت مردم اینا رو نمیخواد، به میدون اومده داره این رژیم به اون سمت میره، نمیتونه بمونه، تزلزل بین اینا بیشتر خواهد شد. مثل اینکه همونطوری که رفیقمون شجاع گفتن، ولی میمونه جلادها، اون جلادهایی که تو زندانها خون جوانار ما رو میخورن باز سیر نمیشن، اینا دیگه میمونن تا لحظه های آخر. تو زمان شام همینطور بود، اونا هم جلادهایی داشت، حکومت شاه جلادهایی داشت. این جلادها هم مردم رو کشتن، مردم رو بستن به رکبار. به این آسانی شاه فرار نکرد که وقتی مبارزات به هم پیوسته شد، تزلزل بین ارتش افتاد، بین نیروهایش افتاد، در لحظه های آخر هم باز
جلادهاش تیراندازی میکردن و ما برای این جلادهایی که الان از جمهوری اسلامی حمایت میکنن ما باید برای سرنگونی اینا بیرون روندنشون و تسخیر آخرین پایگاه هایی که اونا دارن باید تلاش بکنیم. خب این حرکتی که الان ما شروع کردیم تو داخل و خارج هزینه برداره. انقلاب 57 هم برای ما هزینه داشت. جوانای خیلی زیادی کشته شدن، جوانای خیلی زخمی شدن، خیلی ها شکنجه شدن. الان ما رفقایی داریم که سنشون از من بالاتر، زیر پاشون پشتشون شکنجه های وحشیانه ساواک هنوز لاششون مونده. اینا هم به این آسانی کنار نخواهند کشید. ولی واقعیتش اینه که این تعداد از جلادها در مقایسه با اکثریت عظیمی جامعه حدود 80 میلیونی چیزی نیستن. به نظر من اینا کنار خواهند رفت، اینا یه تعدادشون فرار خواهند کرد، از کشور بیرون میرن، یه تعدادشون میمونن و اینا باید به دادگاه‌های عمومی سپرده بشن و تاوان این جنایتی که تا به حال انجام دادن در حق مردم آزاده ایران باید پس بدن. ولی مهم اینه که الان که ریزش بین نیروهای جمهوری اسلامی افتاده، ما مشاهده میکنیم فعالین ما در محل، آزادی خواهان، آزادگانی که این جنبش رو دارن نمایندگی میکنن، از اینا استقبال بکنن. کسی که از جمهوری اسلامی کنده میشه، پشیمونه، ما باید بهش خیر مقدم بگیم، نه اینکه در مقابلش بیستیم و به گونه‌ای برخورد بکنیم که خب بترسه، عقب بکشه و بچسبه به این رژیم تا دندون مسلح و جنایتکار. برای فعالین ما، برای خانواده های ما، برای جامعه‌ای که میخواد تغییر ایجاد بکنه، جامعه دیگه‌ای داشته باشه، به نظر من اهمیت داره که از همین امروز و به نظر من از خیلی وقت پیشم شروع کردن، ما به اونایی که تزلزل پیدا کردن، به اونایی که میخوان از جمهوری اسلامی کنده بشن، اینا رو تشویق بکنیم که کنار بکشین، دیگه خودتون بیشتر از این جلاد نکنین، سرکوبگر نشین، چی رو میکشین، بچهای ما رو میکشین. ما از حق خودمون، از زندگی شایسته‌ای که میخوایم دفاع میکنیم، برای این اومدیم میدون. و اینا هم خودشون معمولا خانواده دارن، بچه دارن. به نظر من تا اون حدی که ما از اینا استقبال بکنیم، وقتی ببینن خب جبهه ما یه جبهه انسانیه، ریزش بین این نیروها فراوانتر، بیشتر میشه و ما چند گام جلوتر خواهیم رفت. تو زمان شام همین واقعیت اتفاق افتاد. ارتشی ها، گروبان ها، افسرهای فراوانی از رژیم شاه کنده شدن، یکی به یکی. خب ما اینا رو نکشتیم، دستبند نکردیم اینا رو. اونا اومدن بین ما تظاهرات کردن، اسلحه‌هاشون رو تحویل ما دادن. این واقعیتیه که تو تاریخ ثبت شده. اینم تو همین نظام جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد. این واقعیت. این نظامی هایی که داره، به نظر من اکثریتشون تو اون جامعه میمونن و بهتره که از همین امروز از این جمهوری اسلامی کنده بشن، بیان به این جبهه انسانی که مردم شروع کردن. این میتونه آینده بچه هاشون رو تضمین بکنه. این دیگه خارج از این هر کدومشون تا لحظات آخر بمونن با این نظام، به نظر من جامعه از اینا به قول معروف خوش نخواهد شد، دست نخواهد کشید، اینا رو به دادگاه‌های عمومی و عادلانه خواهد کشون و این حق خودشونه، پاسخ جنایتاشون رو بدن. و فراخان من، درخواست و تقاضای من از مردم آزاده ایران اینه که از نیرویی که متزلزل در حال حاضر، اینا رو تشویق بکنن که برگردن از جمهوری اسلامی کنده بشن. این به نفع جنبش ماست و هزینه هاش کمتر میشه، ما بیشتر میتونیم به جلو بریم. بله، سپاسگزارم. رفیق شجاع، آمارهایی که منتشر میشه مبنی بر اینه که در
مناطق دور از مرکز از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان آمار بازداشتی ها، آمار کسایی که زیر شکنجه جونشون رو از دست میدن و آمار زخمی ها خیلی زیاده نسبت به مابقی شهرهای ایران، هرچند که در سراسر ایران این خشونت هست اما در این مناطق این خشونت عریان‌تره. به نظر شما دلیل این امر چیه؟ ببین به نظر من دلیلش مشخص هستش. کردستان اشغال شده هستش از طرف رژیم جمهوری اسلامی به عنوان منطقه اشغالی و به عنوان یک کلونی که تمام ایدئولوژی خودش رو، زبان رسمی خودش رو، تمام دستگاه سیاسی خودش رو، دستگاه سرکوب خودش رو به مردم کردستان تحمیل کرده و همونطور که رفیقمونم اشاره کرد از سال 57 این کشمکش در کردستان به سمت و سوی رفته که کردستان پس از فضای باز سیاسی که توسط احزاب مسلح به ویژه کمره کمونیست به وجود اومد، پس از عذر میخوام یعنی خب تنها کردستان نیست، سیستان و بلوچستان هم الان کردستان از نظر نظامی اشغال شده و فاز برخوردهای سبعانه‌ای که در کردستان روی داده به دو دلیل: یک، جنبش و خیزش انقلابی از کردستان شروع شده، دو، اینکه میلیتانسی و اون اتوریته و جنگاوری در خیابان در کردستان بسیار بسیار مشهودتر بوده از جاهای دیگه و اقشار وسیعتری از مردم چه در اعتصابات سراسری و چه در اعتراضات شرکت کردند. در بلوچستان به عکس جمهوری اسلامی با قتل عام اون نمازگزاران در اون مسجد به عنوان یک سناریو که بترسونه باقی جاهای دیگر رو از اون کشتار استفاده کرد به عنوان یک عمل دسپوتیزم مثل آبان 98 که فکر میکرد که مردم جنبش فروکش خواهد کرد، مردم رو خواهد ترسوند. این دو عامل به نظر من چه برای کردستان چه برای بلوچستان بسیار بسیار مهم هستش. اما امروز این جنبش سراسری و این خیزش انقلابی ما باید تا میتونیم همبستگی سراسری ما بین تمام اقشار و اقصانقاط ایران رو از داخل خیابان درخواست بکنیم، به عکس اون جریاناتی که در خارج و جریانات پروغرب و سلطنت طلب و اینها میخوان از بالا و در خارج کشور رهبر تحمیل کنن، همبستگی درست کنن، همبستگی دروغین که حتی اجازه ندن که شما یا مردم کردستان یا بلوچستان یا آذربایجان مطالبات و خواستهای خودشون رو مطرح بکنن. این چه همبستگیه؟ یعنی بحث ما از نظر همبستگی طبقاتی و سراسری، همبستگی تمامی اقشار مردم در همه اقصانقاط ایران داخل کشور و اون مردم انقلابی هستش، نه اون جریاناتی که خودشون رو به هر دلیلی و به ضرب و زور میخوان به جنبش تحمیل کنن از بالا. بله، خب باید ما فعالین و مردم مبارز، انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب چه کاری انجام بدن رفیق شجاع که یک بار دیگه تاریخ تکرار نشه و از بالای سر مردم دول امپریالیستی یه رژیمی رو دوباره سر کار نیارن که خواست واقعی مردم نباشه؟ دقیقاً همونطور که در ابتدا اشاره کردم، جنبش انقلابی و خیزش انقلابی چندین فاز تکامل داره. در مرحله سال 57 در مرحله هنوز به تثبیت نرسیدن با ساخت پاختی که در غرب و با خمینی و داردسته شد رهبری برایش تجویز شد و تحمیل کردن و به قولی انقلاب رو بوده شد. از همون لطفه های آغاز خیزش انقلابی انقلاب رو بوده شد. ولی به نظر من باید خیلی خیلی مواظب باشیم این دوره این بار تجربه شکست گذشته رو چراغ راه این انقلاب کنونی بکنیم. اولا نیروی رهبری انقلاب رو به دست خواهد گرفت که مطالبات حداکثری تمامی اقشار جامعه که از نظر طبقه کارگر، زنان، گروه‌های جنسیتی LGBTQR، کودکان، محیط زیست و به خصوص جنبش ملیت‌های تحت ستم و بحث
ساورنتی و همون تعیین سرنوشت، حق تعیین سرنوشت رو جنبشی رهبری انقلاب رو به دست خواهد گرفت، جریانی رهبری انقلاب رو به دست خواهد گرفت که این تمامی مطالبات بر حق همه اون کسایی که امروز علیه جمهوری اسلامی و این نظم کهن به خیابون اومدن رو نمایندگی بکنه. این یک دلیل هستش و دلیل و عامل بعدی این هستش که نبایستی به هیچ عنوان اجازه داد در خارج، منظور من خارج، منظورم غرب و این ارگان‌های به قول رسانه‌ها و اینها، نه شعار تا حالا که نتونستن هیچ شعاری تحمیل کنن، هر شعار لوس و بی‌مزه‌ای هم اینا تحمیل کردن، مرد میهن آبادی، نمیدونم برادر ارتشی، نمیدونم روز کوروش، نمیدونم اینا، یک دونش همش پس فرستاده شد توسط مردم انقلابی. اول هیچ شعاری رو اجازه ندیم اینا بتونن تحمیل بکنن. دوم هیچ رهبری خارج از اون چارچوب نتورکی که در جامعه هستش نباید به جنبش تحمیل بشه. سوم هیچ گونه نیروی سیاسی اجازه این رو نداشته باشه که به نمایندگی از مردم با هیچ به قولی دولت خارجی ساخت پاخت رو بشینن یا اینها. فقط در 30 ثانیه میخوام اینو خلاصه کنم که جنبش به صراحت اعلام بکنم، جنبش خیلی خیلی مدرن، مترقی و خیلی خیلی با تیزهوشی کامل به جلو داره میره. تمامی اینها هر پلانی برای جنبش آوردن به قولی حالا انقلاب در این روزها همش شکست خورد. بحث مثلا برای مثال بحث ژینا و مهسا کردن، دو پارادایم متفاوت، دو نام متفاوت، شکست خورد. بحث شعارها، بحث مطالبات و بحث این همه باهمی های دروغین که شما بیای همه با هم نمیدونم حالا بعد سرنگونی ما با هم بحث میکنیم. نه، جنبش انقلابی همه مطالبات خودش رو، همه خواستهای خودش رو در خیابان مطرح میکنه و در خیابان هم به اون خواست و مطالبات خواهد رسید. یعنی هر نیروی انقلابی که از این دفاع بکنه و به خصوص رفقای کومله این روزها بسیار زحمت کشیدید، هم رهبری کومله در دیدار با احزاب کردستان و هم این سیاست‌های کلی که کومله داره، به نظر من باید هم تقویت بشه و هم اعلام بشه رو به طبقه کارگر در کردستان، در سراسر نقاط کشور، که این امید و روشنی رو بدیم که این مطالبات و خواستهای انقلابی فقط و فقط در خیابان و در کشمکش طبقاتی نهایی و قیام سرنگونی نهایی به ثمر میرسه و نه در وعده های سر خرمن و بعد از نمیدونم شورای گذار بیاد و نمیدونم بعد از یعنی همه ما باید این تبلیغات این نهادهای سرمایه‌داری و گروه‌های سلطنت طلب فاشیست مرکزگرا رو خنثی بکنیم تا نتونن دست درازی بکنن و بار دیگه تاریخ رو اون بار تراژدی و این بار به شکل کمدی تکرار کنن. سپاسگزارم. ازتون سپاسگزارم. رفیق صدیق، در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردیم به فعالین زندانی. ما می‌بینیم که در روزهای گذشته مخصوصاً 40 مهسا در آرامستان آیچی در شهر سقز این شعار خیلی پررنگ بود در میان شعارا که زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلم سیاسی آزاد باید گردد. نظر شما در این مورد چیه؟ خب این یکی از خصوصیت‌های ویژه‌ای هر حرکت انقلابیه. در هر دوره‌ای خب فعالین جنبش دستگیر میشن و روانه زندان میشن. خب بقیه اونایی که در خیابون و سطوح مختلف جامعه هستن مبارزه رو ادامه میدن. خب یه بخش از این آزاد کردن خود اون زندانی هایی که در زندان افتادن، در بندن، خب طبیعیه و حق مشروعه این مبارزه ادامه پیدا بکنه برای تا آزادیشون. این یک. و
طرف دیگه موضوع اینه که جنبش و چالشی که تو خیابون و تو کل جامعه هست ادامه پیدا بکنه. اینا راههاییه برای ادامه دادن به شعله‌ور نگه داشتن این خیزش انقلابی که اکنون در جامعه ایران وجود داره. خب ما که تو شهرهای مختلف همه با هم مبارزه کردیم علیه این حاکمان جلاد، یه سری از ما کشته شده، یه سری تو زندان افتادن، یه سری زخمیان که میترسن بیمارستان ها برن مراجعه بکنن به اورژانس ها. خب اینا همه همسرنوشتای ما بودن و هستن. خب ما نمیتونیم اونایی که الان تو قبرستان آیچی رفته بودن، خب از زندانی هایی که به دست این جلادها گرفته شدن خب دست رو دست بذارن و دیگه تموم کنن قضیه رو. نه، این یه جنبشی همه با هم شروع کردیم و همه با هم باید ادامه بدیم، چه تو داخل زندان و چه بیرون از زندان. خودت میدونی اونایی که تو این روزهای اخیر، هفته‌های اخیر دستگیر شدن، تو زندان اوین افتادن، چه بلاهایی سرشون آوردن. معلوم اونها قیام کردن، معلوم اونا مطالباتی داشتن، خواهان آزادی خودشون بودن که ما ها رو چرا اینجا قرار دادیم؟ ما زندگی میخوایم، ما نه مسلحیم نه آدمی رو کشتیم نه برای کشتن کسی اومدیم، ما میخوایم، شما رو نمیخوایم، این حکومت رو نمیخوایم، به خاطر این 43 سال این وضعیت برای ما به وجود اومده. خب اینا تو زندان و تو بیرون از زندان این جنبش داره پارالل در پیش میره. به نظر من تو خیابان 57 هم همین بود. ما تو چله عزیزانمون برای آزاد کردنشون و این جنبش رو شعله‌ور نگه داشتیم و گام به گام جلو رفتیم تا رژیم شاه رو سرنگون کردیم. این یه واقعیت مشروعیه، یه خواست مشروعیه که ما باید داشته باشیم و خواهیم داشت. اونایی که الان تو جامعه هستن، بچه هاشون زندانیان یا زخمیان، تو بیمارستانن یا تو خونه ها هستن، خب بخی نمیتونن این خانواده ها رو تنها بذارن. واقعا خب باید در حمایت از اینا دست در دست همدیگه مبارزه رو به هم پیوسته تر بکنن تا توده های هرچی بیشتری وارد میدان بشه، صف اینا میلیونی بشه و از این طریقی که بچه هاشون رو تو زندان آزاد میکنن، فشار روشون کمتر خواهد شد و به مطالباتشون گام به گام خواهند رسید. این راهی طبیعی هر جنبشیه و باید طی بشه و این داره در حال پیمودن و به سمتی میره که به نظر من ما زندانی های خودمون رو آزاد خواهیم کرد، کنار نخواهیم اومد از اینا و زخمی هامون رو معالجه خواهیم کرد. خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن اینا رو حمایت خواهیم کرد، تنهاشون رو نخواهیم گذاشت. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد تنها محدود به شهر سقز، قبرستان آیچی و یا سنندج نمونده، در سراسر ایران پیچیده و به خارج کشورم رسیده. تمام کشورهای خارج کشورم این شعار شنیده میشه. پارلمان ها و حکومت های این کشورها تحت فشار آزادی خواهانند که دست از همکاری با این حکومت جلاد دست از همکاری بردارن، بکشن، دیپلمات هاشون رو برگردونن، سفارتخانه های جاسوسخانه هاشون رو ببندن اینجا. به این فشاریه در داخل و بیرون ما باید ادامه بدیم. این شعار یه شعار انسانیه، همه باید از این حمایت بکنن و تا به حالم کردن به نظر من. بله، سپاسگزارم از حضورتون. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. رفقا صدیق جهانی فعال کارگری از شهر استکهلم سوئد و شجاع ابراهیمی فعال کارگری از شهر تورنتو کانادا، خیلی ممنون که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. سپاسگزارم. سپاسگزارم. خسته نباشید.
بله بینندگان عزیز، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم بیشتر شهرهای ایران از جمله سنندج، پیرانشهر، سقز، مریوان، روانسر و خیلی شهرها در سراسر ایران مردم در خیابونها هستند و شعار و اعتراض خودشون رو نسبت به رژیم ارتجاعی دارن با صدایی رسا و بلند فریاد میکشن. به امید روزی که این رژیم سرکوبگر رو به گور بسپاریم. تا دیداری دوباره، ایام بکام، به امید پیروزی. حکم فقر و بندگی ز حاصل رنج کار و خستگی مان تنیده اند کار و پود بردگی سپاه کاریم و توده های محرومان به جان شوند رهروان راهمان چو آخرین نسل بردگان و بی چیزان قیام ما واژگون کند جهان به پا ای گرسنگان ای ستمکشان به سوی سوسیالیسم به سوی آزادی به سوی دنیای نوین به پا به سوی سوسیالیسم زبان ما افزون به عزم جزم ما به دست خود باید رها